امام ابو حنیفه بچه بود، در خواب دید که قبر پیامبر داره نبش میکنه، خاک برداری میکنه. بعد یک دفعه از خواب پرید، خیس عرق شده بود، دوید به طرف مادرش گفت که چی شده پسرم؟ گفت خواب عجیبی دیدم. گفت خواب چی بود؟ گفت که قبر پیامبر رو داشتم خاک برداری میکردم. مادر وحشت زده شد، دست پسرش گرفت گفت بیا عالم. گفت این تفسیر خواب پسر من بکن. گفت شما آرام باشید، این پسر شما آینده بزرگی داره، این تشنه میراث پیامبره، این داره جستجو میکنه، خاک برداری میکنه که به میراث پیامبر برسه و میراث پیامبران فقط علم بود. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما نزد خداوند کسی است که علم و قرآن رو یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. اگر خودت یاد بگیرید و زمینه رو برای دیگران فراهم نکنید، علما میگن اگر عالمی بگه من دعوت میکنم تبلیغ میکنم که مردم اصلاح بشن به اندازه خودم، میگن این عالم هم حسوده هم بخیله هم خودخواهه. اگر عالم نیست، یعنی اگر این عالم بخیل نبود و خودخواه نبود و حسود نبود، میگفت من کاری میکنم چیزی که خودم بهش نرسیدم شاگردانم بهش برسه، اونا از من موفق تر بشن، اونا از من پیشی بگیرن. این بهش میگن استاد و مربی و خیرخواه و دلسوز. میگم امام اعظم رحمت الله علیه در خونه که میخواست بخوابه، در خونه خودش، خونه استادش حماد اون دورتر بود، یعنی وقتی میخواست بخوابه یا تکیه بزنه پاشو به طرف خانه استادش دراز نمیکرد که شاید بی حرمتی باشد، پاشو جمع میکرد به طرف دیگه. چطوری ما پامون به طرف قبله دراز نمیکنیم؟ یعنی این ادب و این تواضع رعایت میشه. من داستانی نقل کردم درباره امام مالک در مسجد پیامبر کلاس حلقه بزرگی داشت. یکی از شاگردانش محمد بن ادریس شافعی بود، یکی یحیی بن یحیی اللیثی از اندلس آمده بود، از اسپانیا آمده بود، حلقه بزرگی داشت. بعد یک روز دید که شاگرداش حلقه تعلیمو یکی بعد از دیگری خالی میکنن میرن بیرون از مسجد. یه چند نفری موندن، یکیش یحیی ابن یحیی اللیثی اندلسی بود. گفت که پسرم این همکلاسی‌هات کجا رفتن؟ گفت که استاد گفتن که در مدینه فیل آوردن. در مدینه جزیره العرب فیل نیست، اینا دارن میرن تماشای فیل. سرشو تکون داد. گفت پسرم شما یحیی بیا نزدیکتر، پسرم شما دوست ندارید برید بیرون تماشای فیل بکنید؟ این شاگرد سکوت کرد، بعد صورتشو بلند کرد، تو چشم استادش نگاه کرد، گفت استاد فیل من تویی، من آمدم به تماشای تو. استاد وقتی این ادب و این رجاحت عقل در این دانش آموز و این طلبه دید، گفت پسرم بیا نزدیک، بیا پسر بیا. کل وجودشو در اختیارش گذاشت. و این یحیی ابن یحیی اللیثی یکی از دانشمندان به نام مسلمانان شد و جهان شد. ادب خیلی مهمه. پس هر انسان مسلمانی باید 4 مرحله رو بزند. طالب علم باشد، اول آداب خودش دارد، بعد عالم بشه، بعد عامل بشه، بعد معلم بشه، بعد مربی بشه. فرق است بین معلم و مربی ها. معلم کلمات خوش که به روح هم میتونه بگه، یا مسائل علمی رو نقل بکنه، انتقال بده، این معلمه. ولی مربی کسی است که همراه تعلیم علم نفوذ معنوی دارد تو رعیتش، تو مردمش، تو شاگردش، نفوذ معنوی. پیامبر مربی بود، نفوذ معنوی داشت، با معلمین دیگه فرق می‌کرد. یعنی هم تعلیم و هم تربیت، هم تزکیه، یعنی نفوذ معنوی بالاترین درجه مربی بودنه، که همونطور که شما تعلیم میدید مسائل علمی رو نقل میکنید، اونو میسازید، اونو تزکیه میکنید، اونو با مسئولیت میکنید. این خیلی مهمه. جامعه ما امروز کمبود مربی داره که نفوذ معنوی داشته باشه تو شاگردانش. امام ابو حنیفه بچه بود، در خواب دید که قبر پیامبر داره نبش میکنه، خاک برداری میکنه. بعد یک دفعه از خواب پرید، خیس عرق شده بود، دوید به طرف مادرش گفت که چی شده پسرم؟ گفت خواب عجیبی دیدم.